الله الرحمن الرحیم. همینطور که مستحضرید الان یکی دو هفته که هوای تهران بی‌رویه آلوده است، ولی ما نه چه بجه مسئولین توجه نمی‌کنن، ولی شورای شهر محترم تهران الان 6 ماه دیگه که انتخابات شروع بشه دنبال ملت شریف ایران می‌گردن. آقا الان ملت شریف ایران با این هوا نمیتونه زندگی کنه. شما جلسه‌های مختلف بذارید این مشکل حل کنید. ملت از بین میره، ملت مریض میشه، از یه طرف ویروس کرونا، از یه طرف آلودگی تهران. ببین این باید دولت مردان یه فکر بکنن. شورای شهر تهران، شهردار محترم باید وقت بذارن ببینن مشکل چیه، علت چیه، آیا میتونن این مشکل حل کنن یا نمیتونن. الان مسئله گردشگری یه بزنس سوددهترین بزنس جهانه. خب همه کشورها به این توجه میکنن. الان ترکیه چه در مقابل ایران چی داره؟ ترکیه چیزی نداره. ما یه کشور 4 فصل داریم. ترکیه در سال 46 میلیارد دلار از توریست پول میگیره. ما باید 2 برابر اونو بگیریم، 3 برابر اونو بگیریم. ما خیلی پتانسیل های بالایی داریم تو کشور، ولی در مقابل کشورهای دیگه که ایران جزو 10 تا کشوری است که میتونه جایگاه داشته باشه، از توریست 0.5% سهام داره. خیلی تأسف این کار. آیا مسئولین کشور نباید به این دقت کنن؟ علت این چیه که ما نمیتونیم توریست را جذب کنیم؟ ما کشورمون امکانات داره، پتانسیل های بالا داره، ولی این امکانات ما برای توریست نمیتونیم آماده کنیم. ما تا چه دنبال این باشیم که باید نفت بفروشیم؟ ما باید نفت فکر کنیم اصلا تموم شده، نفت اصلا نفروشیم، هیچ وقت خودمون منتظرین نذاریم که ما نفت نفروشیم کشورمون لنگ میمونه. ما باید از توریسم، از تولید، از اشتغال زایی، از کارخونه های که امروز الحمدلله بانک ها تمام کارخونه های کشور فلج کردن، تمام صنعتگران را یه کاری کردن که همه کارش یا تعطیل کرد یا نیمه تعطیله. دولت باید اجازه نده بانک ها بیان جلو کارخونه ها را بگیرن. کارخونه دار که 1000 تا جوان را مشغول به کار کرده بود، الان از زمانی که آقای رئیسی واقعا برای کشور زحمت میکشه در جلو این بانکایی که برای کارآفرینان و اونا که اشتغال زایی میکردن خیلی مشکله های سنگینی درست کرده بودن جلوش وایستاده. من به نوبت خودم از ایشون تشکر ویژه میکنم. آقا ما باید به ملتمون احترام بذاریم. چطور همیشه موقعی که انتخابات میشه میگه نه ملت در صحنه است، وظیفه‌ش در صحنه باشه، ولی آیا دولت هم در صحنه است؟ دولت هم باید در صحنه باشه ببینیم مشکلات ملت چیه، تورم چیه، گرونی چیه. آیا جوان‌ها امروز نمیتونن زندگی تشکیل بدن؟ ملت که در صحنه باشه وظیفه‌شونه، دولت هم باید در صحنه باشه. نه اینکه موقعی که رأی میخوایم ملت شریف ایران، رأی‌ها تموم شد ملت فراموش میشه. الان ما اومدیم توی مازندران پروژه ساختیم بجیم میشه چند نفر ساختم. این پروژه الحمدلله 0 تا 100ش مال خودمه. الان مردم میبینن که پروژه من روزی که به بهره برداری میرسه خورده به یه بازار خوب، که الان همه سرمایه ها میان مازندران. چرا؟ با این آلودگی هوای تهران یا کلان شهرهای بزرگ. مازندران طبیعت به این خوبه، دریا به این خوبه. خوشبختانه من امسالم انشالله تا شب عید پروژه‌مون اونا را چه پیش فروش کرده بودم، با اینکه یه دارم دیر شده بود، ولی چون اونقدر پروژه را لاکچری ساختم دیر شدنش میارزید و انشالله به این زودی شب عید تحویل میدیم. مردم بیان اینجا بشینن، زندگی کنن، تفریح سالم. الان من در سخنرانی قبلیم هم یه اشاره کردم. الان یه تعطیلی چه میخوری؟ 2 روز آخر هفته تعطیل، 2 روز پنجشنبه جمعه میشه 4 روز. آقا اون جان چند نفر رفته چیش؟ 3000 نفر، 5000 نفر. برای مازندران چند نفر اومده؟ 4-5 میلیون نفر. پس قابل مقایسه نیست. مازندران جایگاه داره. مازندران 330 کیلومتر
ساحل داره، 330 کیلومتر دریا داره، 330 کیلومتر زنجلای این سوئیس و ایتالیا داره. ما بیایم در کشور خودمون جای خوب انتخاب کنیم برای زندگی. با باز شدن جاده تهران شمال 1 ساعت و الان یه پروژه جدید که میخوان تعریف کردن و به این زودی میگن این قرار دادش بسته خواهد شد، قطار تهران نوشهر 20 دقیقه خواهد شد. یعنی این یکی از اون کارهای استثنائیه. پس بنابراین برای مازندران سرمایه گذاری کردن 1 روز را به 2 روز نذارید. هر چی زودتر اومد برد کرده. بعضی بیزینس ها پولاشون رو میبرن، یا پول از بین میره، یا بعد از 1 سال میبینی پول خودش رو به دست آورده. ولی آقا ملک یه سرمایه گذاریه، دوز نمیبره، ثبت با سند برابر است، تا پولتو نجری امضا نمی کنی و همیشه رو به پیشرفته. پس بنابراین در ملک سرمایه گذاری کردن، اونم در مازندران. مازندران جای زندگیه، زندگی. بالاخره انسان میخواد در یه فضای زندگی کنه چی؟ لذت ببره. اینجا همه پتانسیل ها را داره، همه امکانات ها را داره، فقط مشکل جاده داشته چی؟ اونم انشالله به همت مدیر کل بنیاد مستضعفان آقای دکتر فتاح تلاش بسیار زیادی میکنه چه این جاده را به این زودی و با وزیر راه چه آقای دکتر اسلامی واقعا یه وزیر زحمت کش و مدیر و قوی، انشالله این جاده را به این زودی تمام میکنن. همینطور که مقام معظم رهبری همیشه از تولید ایرانی، کالای ایرانی، صادرات کالای ایرانی توصیه های مضاعف میکنی، برای گردشگری هم همینطور. چون گردشگری یه صنعتی است برای کشور نیازه. امروز در مازندران این امکانات وجود داره. پس بنابراین ما بیایم چیکار کنیم؟ به فرمایش های مقام معظم رهبری اطاعت کنیم، تبعیت کنیم. هرچس مدیران برای خودش سلیقه انتخاب نکنند. کشور ولاییه، مقام ولایت هر تصمیمی میگیری ملت و دولت ازش باید تبعیت کنه. کشور خودمون دست به دست هم بدیم، بسازیم. دریا به این قشنگی در بلند شدیم میگیم آنتالیا. آنتالیا چیه؟ کشور ایران اسلامیه، کشوری که مقام ولایت داری، مدیریت قاطع، شجاع و واقعا بی‌نظیر. بیایم تبعیت کنیم، مملکت خودمون صاحب بشیم چه هستیم، نه اینکه بریم کشور اجنبی را بسازیم چه ما ایرانیم کشور دیگه را میسازیم. نه، نمیریم. ما به وطنمون، به کشورمون هم میبالیم و هم مینازیم، هم زحمت میکشیم، کارآفرینی میکنیم، اشتغال زایی میکنیم، میسازیم. افتخار حدعظیم‌زاده این است که ایرانیم، به ایرانی شدنم میبالم و مینازم و در ایران اسلامی کارآفرینی میکنم و اشتغال زایی میکنم. هزاران تا جوان را، 10,000 جوان را مشغول به کار میکنم. این افتخاره. کشور دیگه را بری ساختن هیچ وقت برای انسان افتخاری وجود نداره. ما نظام خوبی داریم، کشور خوبی داریم، ملت خوبی داریم. انشالله دولت مردان هم توجه میکنم به فرمایش‌های مقام معظم رهبری، کشور خوبی میتونیم داشته باشیم. خیلی ممنونم.